معرفی جدیدترین اثر جیمز کامرون، کارگردان معروف فیلم‌هایی مثل تایتانیک، آواتار و ترمیناتور. سلام رفقا، حال احوالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جایی که هستین عالی باشید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو بهتون بگم که هر هفته کلی فیلم و سریال های جدید و خفن معرفی میکنیم. خوشحال میشم که چنلمون رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. بالاخره بعد از 13 سال دومین قسمت پرفروشترین فیلم جهان منتشر شد. فیلمی که پرهزینه ترین فیلم ساخته شده دنیا با بودجه 469 میلیون دلاری نام گرفته و بعد از گذشت یک ماه از انتشارش تونسته 1 میلیارد و 100 میلیون دلار فروش داشته باشه و احتمال میره که بتونه رکورد سری اول خودش یعنی آواتار 1 که با 2 میلیارد و 990 میلیون دلار پرفروشترین فیلم دنیا هست رو بشکنه و به صدر فیلم‌های پرفروش جهان بیاد. فیلم آواتار 2 فیلمی در ژانر علمی تخیلی، اکشن و حماسی ساخته جیمز کامرون محصول 2022 آمریکا است. این فیلم دومین قسمت از سری فیلم‌های آواتاره و داستان فیلم ادامه آواتار 2009 هست. فیلم برداری آواتار 2 نزدیک به 3 سال طول کشیده. همین نشون میده که چقدر پروژه بزرگی بوده. جالبه بدونید این فیلم قرار چندین قسمت دیگه داشته باشه و به گفته جیمز کامرون 95% فیلم برداری آواتار 3 هم تموم شده و فیلم برداری آواتار 4 شروع شده، اما قراره که هر 2 سال یک قسمت منتشر بشه و تا قسمت 5 هم ادامه داره. اما جیمز کامرون گفته که اگر قسمت 2 و 3 فروش خوبی نداشته باشن دیگه خبری از قسمت 4 و 5 نیست. داستان فیلم بیش از یک دهه از وقایع فیلم اول میگذره. موضوع فیلم آواتار 2 از این قراره که جیک سالی و نایتی خانواده‌ای رو تشکیل دادن و هر کاری میکنن تا در کنار یکدیگر باقی بمونن. با این حال دشمن قدیمیشون برمیگرده تا کار نیمه تمومش رو تموم کنه. اونها مجبور میشن تا خانهشان رو ترک کنن و به اکتشافات در بخش‌های مختلف پاندورا بپردازن.